یک روز شیخ حسن بصری همراه جمع از مسلمانان در مسجد نشسته بودند. شیخ حسن بصری و گفتند یا شیخ به ما یک پند بگو، یک نصیحت بکن، یک موعظه بکن. شیخ حسن بصری رحمت الله علیه گفتند جوانا یک طرف بشینند، نفرایی که سالشان رفته در یک طرف بشینند و تو تقسیم شده جدا شده 6 تن. گفتند که شیخ پرسان کردن از مردم، گفتند که وقتی که گندم پخته رسید رنگش چخیلی میشه، گفتن رنگ زرد میشه، گفتن اون را چیکار میکنن؟ گفتن اون را درو میکنن، میگیرن شد. گفتن نفرایی که پیر هستند سالشان رفته سال خورده شدگیند مانند همون گندم پخته رسیدگی هست که امروز وقتشان رسیده عجل آمده اینا را درو میکنن. بعد جوانا به دیگر تبسم کردند. شیخ به طرف جوانا نگاه کرده گفتن ای جوانا شما هم مغرور نشین که ما حاضر جوان هستیم، ما 70-80 سال عمر میبینیم، ما تقاعدی میشیم، ما دیگر از کار میبریم، بعد میریم مسجد، بعد اطاعت عبادت میکنیم، توبه و ندامت میکنیم. نه، این خیلی نیست. شما به جوانی مغرور نشین. گفتن وقتی که شما میبینین که علف سبز که برای گاوها اون را چیکار میکنن؟ گفتن اون را سبز درد میکنن، اون را نمیمونن که زرد شود. گفتن شما هم مغرور نشین که شما پیر میشین. شاید خدای نخواسته اجل وقتی که روز اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، وقتی که روز معین الله که معلومش که رسید فرا رسید اون دیگه میرود، بخوای نخوای میرود. در کدام حالت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، در کجایی که باشین، در کدام قلعه های محکم هم که باشین، فرق نمیکنه که ما اگر بگیم ما پاسپورت آلمانی داریم یا پاسپورت امریکایی داریم. یک جوان 18 ساله چند روز پیش تاجیکی در امریکا فوت کرد. این است مقصد برای ما و شما عبرت است که آگاه باشیم، 5 وقت نماز خود در وقتش بخونیم، سطر حجاب خود خواهران و مادران به جا بیاریم، فقط در ذکر الله باشیم، فقط در راه الله بخش و کمبغلایی که محتاج هستند با اونا پیسه روان کنیم. مقصد همیشه در یاد الله باشیم که ناگهان خدای نخواسته یک روز اجل ما و شما را میبره. جوانا ره طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید سپیر.